مادر ببین برادری عزیز چی سوزش دارد، چی آرزو دارد. تو بر این فرزند به همت و ناجوان مرد، تو بر این فرزند ناآدم میخواهد آغوشش بگیرد، میخواهد از پیشانی تو بوسه کند، اما تو جوانی بی سواد و جاهی و سوی مادر فریاد میکنی، مادر گریان میکنی، اشک مادر میریزانی. مادر خوب از روی تو رنج عذاب کشیده است، برای تولدی تو خیلی رنج کشید، به مرگ دست به گریبان شده بود. نجاست های تو را با دستای زیبا و نازکش میشوشت و پاکیزه میکرد. ای ابله، و سوش ما فریاد میکنی، با گریانش میکنی. شبی که تو را خواب نمیبود و خواب نداشت، تا سحر تو را الله میگفت، تا سحر همراهی تو بیدار بود. وقتی از خواب میخستی خودش نمیخورد و اول تو را میخورانید، خودش بار نمیکرد و تو را میپوشانید که مبادا خنک نخوری. یه خوب بدانه جوان، ای شخصیتی که به سوی مادر فریاد میکنی، ای شخصیتی که قدر مادر رو نمیدانی، حق مادر رو ادا نمیکنی. مادر خیلی بزرگوار است. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشون میفرمایند که رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه. تن خاک در بینی شخصیت باد. مردم ما هم یک دعا دارد، مادرها میگن خاک در دهنت یا این خاک در سرت میگن. پیغمبر بزرگوار میگه خاک در بینی شخصیت باد، خاک در بینی شخصیت باد، خاک در بینی شخصیت باد. اهل اصحاب اونجا حاضر بودن، پرسیدن من یا رسول الله، یا رسول الله شما کی را در نظر داره؟ خاک در سر و بدن و در بینی کدام شخصیت؟ پیغمبر بزرگوار گفتن من ادرک والدی عند الکبر احدهما او کلاهما فلم یدخل الجنه. تن خاک در سر شخصیتی که، خاک در بینی شخصیتی که پدر و مادر یا اینکه یک کدامی از اونها را زنده در حیات میابه، خدمت اونها را نمیکنه، دعای اونها را نمیگیره، اونها را از خودش راضی نمیگردانه. خاک در سر و بدن شخص، امو جوانی که پدر و مادر آزار میدیه، پدر و مادر خفه میکنه، پدر و مادر غمگین میگردانه. آهی پدر و مادر، والله قسم برادری عزیز، حیاتی ترا میسوزانه، حیاتی ترا تلخ میگردانه. اون آهی که اون مادر داره ترا به بدبختی میرسانه. عزیزای خدا حکایت میکنن که یک شخصیت عابده بود که کاری دائمش عبادت کردن بود. روزه در اون محرابی عبادت در سکوت، شاید در درون نماز بود، مشغول ذکر و عبادتش بود. ناگاه میگه مادرش فریاد کرد، نام شکری فریاد کرد. این شخصیت در شاید در نماز بود مشغول، جواب گردانده نتانست. مادر دوباره فریاد کرد، 3 باره فریاد کرد. این شخصیت جواب گردانده نتانست. مادر بسیار ناراحت شد و پروردگارا، این فرزند من وقتی که طفل بود آوازی گریش وقتی بلند میشد من در نزدش حاضر میشدم. ببین که امروز کلان شده است، من فریادش میکنم جوابم نمیگردانه. ای پروردگار، در این حیاتی من در زندگیم فرزند من در یک بلای مبتلا کن تا اینکه من به چشمای سلام ببینم. این فرزنده که گوش نمیکنه، اگر شده عبادت هم باشه پروردگارا در یک بلا مبتلاش کن.